در عراق یک گروه همپیمان سازمان تروریستی القاعده بعض گوشه‌های شهر رمادی ولایت انبار را تحت تصرف درآورده است. برخوردها میان نیروهای امنیتی زیر نظارت حکومت مسلمانان شیعه مذهب و اعتراضگران سنی تبار در نزد یکی از اردوگاه‌های شهر رمادی ادامه دارند و به قول شاهدان شهرک فلوجه همین ولایت نیز با خشونت مواجه شده است. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان 40 روز اینجانب تحریم انتقال مهمات ناتو جریان دارد. سر از ماه نوامبر فعالان ائتلاف حاکم تحریک انصاف و جمعیت اسلامی به نشان اعتراض از حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا راه ماشینگرد به افغانستان را بسته امکان نمی‌دهند که مال و کالای پیمان ناتو از این کشور به افغانستان عبور نماید. و ساکنان محله ریگی پیشور به نشان اعتراض از کشتارهای به قول آنها خودسرانه گرد همایی اعتراضی راه اندازی کردند. جمع آمدگان طلب دارند که فرمانده پلیس محلی به جوابگری کشیده شود. به قول ساکنان ریگی او هنگام عملیات پلیس یک خادم دانشگاه کشاورزی پیشور را به قتل رسانده است. در شهر کیف هزارها نفر با مشعل‌ها در دست به یاد رهبر ملتگراهای اوکراینی استپان باندرا راهپیمایی نمودند. باندرا و پیروانش در سالهای جنگ دوم جهانی با ارتش فاشیستان آلمانی پیوسته بر ضد ارتش شوروی سلاح برداشتند. اکثر ساکنان قسمت شرقی اوکراین باندرا را خائن می‌شمارند.